اینم داخل سشوار که قرمز کامل میسوزه. اینم نمای کاملش. درست شد. آقای سیفی از این ترانس مهتابی که بردم، از اونجا قطعه وا کردم، روی سشوار گذاشتم. بله، به این انگلی که دهنشو وا میکنه مثل سگ زر علکی میزنه که این چیزها رو میبره، نمیدونم میخواد بفروشه پول فلان، بگو تو جد آباد دل دزدین. واسه شعر خوندم که اصل بد نیکو نگردد آن که بنیادش بد است. بنیادت بده، تو بیا صدی هم بهت محبت کنی، پنج انگشتتم عسل کنیم تو دهنت بکنیم، بازم گاز میگیری. اما از شما توقع نیست آقای سیفی که این چرت پرتا رو باور کنی، یا از کسای دیگه. اینم سشواری که درست کردم. اینم از اون سشوارای به درد نخور که اینا یه موتورش اینجا نگه داشتم، اونی که به درد نمیخورد اون سری اول که باز کردم که خیلی داغون بود، موتورش رو نگه داشتم واسه روز مبادا که بتونیم استفاده کنیم. اینم همون مهتابی که بهم دادی که باتری میخواست، این هنو همینجا کردمش میز کار. اینم هم برد آسانسوری که به درد نخور بود آوردم. این وسایل من میارم واسه خودتون استفاده میکنم، اما دستمون نمک نداره دیگه، عیبی نداره، خدا میبینه. همینقدر که خدا میبینه کافیه. یا علی.